سوره عصر یعنی زمان در مکه مکرمه نازل شده است و از 3 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. والعصر الله سوگند یاد می کند به زمان. إن الإنسان لفی خسر به تحقیق که آدمی در زیانکاری است إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غیر آنهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق دعوت کردند و یکدیگر را به صبر وصیت نمودند.